آقای خامنه‌ای سلام، خوبی؟ 35 سال رهبری، در تمام اهدافی که دنبالش بودی شکست خوردی. سیاست منطقه‌ای شکست خورده، سیاست داخلی شکست خورده، سیاست استکبار ستیزی شکست خورده، سیاست نابودی اسرائیلی اونم شکست خورده. تمام سیاستات آقای خامنه‌ای شکست خورده. آقای خامنه‌ای تو دیگه به چه دردی میخوری؟ آقای خامنه‌ای استعفا بده. آقای خامنه‌ای به دلیل 35 سال بیکفایتی استعفا بده. آقای خامنه‌ای شما سند چشمانداز 20 ساله رو 20 سال پیش نوشتین، بنا بود 20 سال بعد ایران در تمام شاخصه‌ها رتبه اول منطقه باشه. یک دونه از اون هدفها محقق نشده. آقای خامنه‌ای استعفا بده. آقای خامنه‌ای دورانت دیگه تموم شده. آقای خامنه‌ای شما دیگه به چه دردی میخوری؟ شما حتی به درد اداره نونوایی هم نمیخوری. استعفا بده آقای خامنه‌ای.